سلام، وقت بخیر. من پانتا کوشانفر هستم و خوشحالم که در این لحظه همراه من هستید. در این ویدیو قصد دارم تا با هم نگاهی بیاندازیم به یکی از ویژگی‌های قدرتمند پاورپوینت، مورف. همونطور که در این نمونه ها می‌بینید، مورف به شما اجازه میده تا ارائه‌های خودتون رو با ایجاد انیمیشن‌های نرم و پویا بین انتقال اسلایدها به سطحی جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر برسونید. در جواب به سوال اینکه ترانزیشن مورف چگونه کار میکنه، ترانزیشن مورف با شناسایی تفاوت‌های بین اشیا در دو اسلاید متوالی و انیمیت کردن این تفاوت‌ها کار میکنه. این اشیا روی اسلایدها میتونن شامل متن، شکل، تصویر یا ویدیو یا نمودارها و یا مدل‌های سه‌بعدی باشن. خب اگر آماده هستین شروع میکنیم. برای آموزش ترانزیشن مورف من در پاورپوینت روی این اسلاید متن، شیپ، عکس، ویدیو و یک مدل سه‌بعدی قرار دادم. و اولین نکته‌ای که می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم موو یا جابجایی هستش. من از این اسلاید داپلیکیت میگیرم، یکی دیگه در واقع ایجاد میکنم. روی اسلاید دومم تمام این اشیا رو جابجا میکنم. اینا رو همه رو انتخاب میکنم و یه مقدار میارمشون پایین. همونطور که توی توضیح ترانزیشن مورف گفتم، تفاوت‌ها روی اشیا رو روی دو تا اسلاید متوالی انیمیت میکنه. از ریبون ترانزیشن مورف رو انتخاب میکنم و اگر اینجا پریویوش رو نگاه کنیم میبینیم به این صورت این انیمیشن رو برای ما ایجاد کرد. مرحله بعدی میایم ریسایز یا تغییر اندازه رو تو ترانزیشن مورف بررسی میکنیم. از همین اسلایدم یه داپلیکیت میگیرم و تمام این اشیایی که روی این اسلایدم هستش رو تغییر اندازه میدم. مثلا این متنمون فونتش رو یه مقدار بزرگتر میکنم و مثلا اینجا قرارش میدم. شیپمونم به همین صورت یه تغییر اندازه میدم. عکسمونو، ویدیومونو و به همین صورت مدل سه‌بعدیمونو و از ریبون ترانزیشن دوباره پریویو میگیرم. اگر نگاه کنی به این صورت ریسایز یا تغییر اندازه رو برای ما انیمیت کرد. مرحله بعدی دوباره از این اسلایدم یه داپلیکیت میگیرم و روتیت یا چرخش رو میخوایم بررسی کنیم. اینجا الان من روی اسلایدی که در واقع برای بار دوم داپلیکیت کردم انتخاب میکنم و از این گیره های چرخشی یه مقدار این در واقع اشیا رو میچرخونم. خب اینم send to the back میزنم که بره زیر متنمون. خب به همین صورت این عکسمونو، این ویدیومونو و این مدل سه‌بعدیمونو و دوباره از ترانزیشن پریویو میگیرم. اگر نگاه کنیم به این صورت اشیا رو روتیت میکنه و برای ما انیمیشن رو ایجاد میکنه. از این یه دونه داپلیکیت دیگه میگیرم، میخوایم فلیپ رو بررسی کنیم. متنمون رو انتخاب میکنم، از ریبونی که در واقع با انتخاب هر کدوم از اشیا در اختیار ما قرار میده از این قسمت فلیپ رو انتخاب میکنم. مثلا فلیپ هوریزنتال میزنم. برای این یکی هم همینطور و برای عکسمون، برای در واقع ویدیومون فلیپ هوریزنتال میزنم و برای در واقع اگر تو ریبون 3D مدل نگاه کنیم ما اینجا گزینه‌ای به اسم فلیپ نداریم. ما از این دستگیره چرخشی میتونیم در واقع این مدل سه‌بعدیمون رو یه در واقع تغییری براش ایجاد کنیم. مثلا به این صورتش میکنم، حالا یه مقدارم به این شکل. اوکی. و ترانزیشن مورف رو دوباره یه پریویو ازش میگیریم. خب اگر نگاه کنید انیمیت فلیپ هم به این صورت برای ما ایجاد کرد. خب اگر از اسلاید اولم من یه دونه اسلاید شو بزنم، شما میبینید که به این صورت وقتی که رو اسلایدهای بعدیمون میریم الان اینجا جابجایی صورت گرفت. با کلیدهای اروکیمون حتی میتونیم به اسلاید قبلیمون هم بریم. خب بعدش ریسایزش کرد، بعد روتیت
و بعدم فلیپ. به این صورت ترانزیشن مورف روی این 4 تا گزینه عمل میکنه. نکته بعدی که در مورد ترانزیشن مورف بررسی میکنیم تغییر رنگ هستش. من از این اسلایدم روی این اسلایدم در واقع یه شیپ و یه متن قرار دادم، یه دونه داپلیکیت میگیرم. تو اسلاید جدیدمون این شیپ همو یه مقدار جابجاش میکنم و از ریبون شیپ فرمت فیلشو مثلا قرمز و آوتلاینشو سبز میکنم. همینطور برای متنم هم یه مقدار جابجا میکنم، فیلشو زرد و آوتلاینش رو آبی میکنم. حتی میتونم یه مقدار سایزش رو هم بزرگ بکنم. اوکی. خب ترانزیشن مورف رو انتخاب کردیم. اگر نگاه کنیم به این صورت در واقع پریویو که میگیریم این تغییر رنگ و حتی جابجایی و تغییر اندازه رو برای ما انیمیت میکنه روی 2 تا اسلاید متوالی 6 و 7. نکته بعدی ترانسپرنسی هستش. خب من از این اسلایدم دوباره یه داپلیکیت میگیرم. این شیپ همو توی در واقع اسلاید جدیدم جابجا میکنم. از روی شیپ فرمت روی این گزینه کلیک میکنم. خب فیلمو ترانسپرنسیشو صرف میکنم. اگه نگاه کنید خط دورم هستش. آوتلاینم هم ترانسپرنسیشو 100 میکنم. اینجا الان این متن شیپ هم بعد روی تکست باکس هم برم. این متن ها هم ترانسپرنسی دارن. اگر نگاه کنید ترانسپرنسی اینم 100 میکنم. همینطور برای این آموزش مورف هم رو اسلاید جدید دوباره اینو جابجا میکنم. اگر نگاه کنید روی اینجا تکست آپشن هستش و ترانسپرنسیش رو روی 100 قرار میدم. اگه دوباره از ریبون ترانزیشن پریویو بگیریم میبینید که به این صورت این 2 تا در واقع شیپ در واقع این شیپ و نوشتهش و این متنمون به این صورت حالت محو میشه و کاملا در واقع دیگه دیده نمیشه رو اسلایدمون. در این مرحله من میخوام نامگذاری روی اشیا در ترانزیشن مورف رو با هم بررسی بکنیم. الان روی اسلاید 10 هم من یه دونه در واقع شیپ دارم که به شکل ماه هستش. از این اسلایدم یه داپلیکیت میگیرم. روی اسلاید جدیدم میخوام این شیپ هم به خورشید تبدیل بشه. از ریبون اینسرت یه دونه خورشید اینجا میکشیم. فیلش هم زرد رنگ میکنم و نو آوتلاین میزنیم. اوکی. وقتی که میایم از ریبون ترانزیشن مورف و پریویوش رو انجام میدیم میبینیم که ماهمون محو میشه و خورشیدمون ظاهر میشه. من میخوام تغییر شکل انجام بشه، ماه به خورشید تبدیل بشه. اگر در واقع از روی اسلایدمون از ریبون هوم قسمت سلکشن پین رو باز بکنیم میبینیم رو اسلاید 10 وقتی رو شیپمون کلیک میکنیم سان 1 و رو اسلاید 10 وقتی که روی ماهمون کلیک میکنیم مون تری هستش اسم این شیپ هامون. خب ما برای اینکه به ترانزیشن مورف در واقع بفهمونیم که باید این ماه رو به خورشید تبدیل کنه باید اسم این اشیاءمون تو هر 2 تا اسلاید یکی باشه. یعنی اینجا ما بعد یه اسم برای این انتخاب کنیم که دقیقاً همون اسمم روی این باشه. خب من اینجا روی این اسم وقتی که مونمون رو انتخاب میکنیم اینجا اسمش تو این لیست انتخاب میشه، انتخابش میکنم و با علامت اکسکلمیشن مارک یا همون علامت تعجبمون 2 تا علامت تعجب کلیک میکنم و اینجا میزنم شیپ 1 و همینو کپی میکنم روی در واقع اسلاید بعدیمون. روی وقتی این شیپمون رو انتخاب میکنم رو اسم این کلیک میکنم و همون اسم رو پیستش میکنم. خب حالا اگر من از ریبون ترانزیشن پریویو بگیرم میبینید که این تغییر شکل به این صورت انجام شد. نکته های دیگه رو که بتونم راجع به ترانزیشن مورف بهش اشاره کنم راجع به فوتوکراپ و تکست انیمیشن هستش. شما وقتی از ترانزیشن مورف برای انتقال بین 2 تا اسلایدتون استفاده میکنین بهتر هستش یه سناریو یا یه طرحی رو توی ذهنتون باشه که بر اساس اون اشیاءتون رو در واقع جابجا تغییر اندازه یا تغییر شکل بدید. خب من الان میخوام این عکسم رو صورت بچم زوم بکنه و متن هام رو اسلاید بعدیم وارد بشه از سمت راست و اول
سوالم و بعد از یه خورده کوچولو مکس نوشتم وارد بشه. خب از این اسلایدم من یه داپلیکیت میگیرم. روی اسلاید که داپلیکیت گرفتم رو عکسم کلیک میکنم. از ریبان پیکچر فرمت کراپ رو میزنم. این گیره ها دور عکسم قرار میگیره و عکسم رو یه مقدار بزرگش میکنم و به این صورت بچه‌مون رو در واقع داخل اون کادر قرار میدم. خب من میخوام این متنا روی این اسلاید 13 از سمت راست وارد بشه. روی اسلاید 12 یه مقدار زومم رو کوچیک میکنم و این متنا رو با هم دیگه با نگه داشتن دکمه شیفت انتخاب میکنم. دکمه شیفت رو هنوز نگه داشتم و اینا رو به خارج از اسلاید انتقال میدم. دکمه شیفت رو به خاطر این نگه میداریم که این در همین راستنام منتقل بشه و بالا و پایین نره، چون اون وقت اون انیمیشنمون یه مقدار غیر عادی میشه و یا اون حالت نرم و حرفه‌ای رو نخواهد داشت. به همین خاطر اینا رو به نگه داشتن دکمه شیفت به خارج از اسلایدم منتقل میکنم. و چون میخوام اول سوالم وارد شه، بعد از یه خورده کوچولو مکس متنم وارد شه، متنم رو انتخاب میکنم، دوباره شیفت رو نگه میدم و یه مقدار اونو با فاصله بیشتر از اسلایدم قرار میدم. خب حالا اگر روی اسلاید 13 مون از ریبون ترانزیشن پریویو رو بزنیم، میبینین که به این صورت در واقع انیمیشنمون با ترانزیشن مورف ساخته شد. حتی مثلا میتونیم روی اسلاید 12 مون وقتی که عکسمون رو انتخاب کردیم، وقتی کراپ میزنیم، حتی این عکسمون رو به خارج از این کادرمون منتقل کنیم که به یه حالتی مثلا وارد این کادر و زوم بشه. من همینجا دوباره این عکسمون رو به این صورت با شیفت نگه داشتم به خارج از این کادر منتقل میکنم. اگر نگاه کنید روی این اسلایدم در واقع دیگه هیچی نیستش. وقتی که وارد این اسلاید میشیم پریویومون به این صورت میشه. ممنون که تا این لحظه در این آموزش همراه من بودین. ویدیوی بعدی که پیشنهاد میکنم آموزشی هستش که در اون از ترانزیشن مورف برای تولید محتوا استفاده شده. میتونین همین حالا روی صفحه ببینیدش و با این ویدیوی آموزشی مهارت‌ها و ایده‌های بیشتری رو به دست میارید. خب اگر این ویدیوی آموزشی براتون مفید بوده لطفاً حتما لایکش کنید. اگر هنوز عضو کانال من نیستید سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از آموزش‌های بعدی مطلع بشید. تا آموزش بعدی شاد و سلامت باشید.